پدرم وارد کننده فندک از چینه. خودم هم ماشینم پرشه، منتها چون که عاشق پیاده رویه مثلا ماشین رو بیرون نمیارم. خب منم ددی پزشکه و الان داره کاری بیمارستان خصوصیشو انجام میده. واو چه عالی. بچه‌ها واقعا دوست داشتیم که پیشتون بمونیم، ولی چیکار کنیم؟ یه قرار کاری خیلی مهم داریم من و علی. میریم اونجا میز حساب میکنیم. فقط هر وقت گفتم دست تکون بدین که بدونه این میز حساب کردیم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. پسر چقدر تو مارمولکی. بابا اون یکی میگه بابام تاجره، این یکی میگه بابام دکتره، تهش هم در بیاری باباشون رنگکار ساختمونه. صورت حسابتون میشه 1,930,000 تا. مگه حساب نکردن؟ نه گفتن که شما حساب میکنید دستم تکون دادید. آقا خسته نباشید. میز ما رو اون دوتا خانم حساب میکنن. بفرما بهجت خانم، مثلا 2 بچه پولدار مخ کردی، حالا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ پول نداشتیم تا اینجا با مترو اومدی. بفرمایید 85 85.